ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 60. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. مهدی های گذشته هم دروغگوی نبودند، گفت او، اما آنها مهدی زمان خود بودند، بنابراین آنها را صاحب الزمان می گفتند. وقتی که عمرشان به آخر رسید، مهدیگی آنها هم تمام شد، چون که زمان آنها گذشته بود. چنان که پیغمبری آخر زمان شده آمده دین اسلام را تا روز قیامت پایدار کرده رفتند، من هم مهدی آخر زمان می باشم که دنیا تا روز قیامت پایدار می ماند. میرزام بعد از نقل مصاحبه خود با مهدی آخر زمان از طرف خود گفت: بعدها من فهمیدم که فریبگری این مهدی ما برای خودش بسیار پرمنفعت بوده است. اول این که او به خود مهدی آخر زمان نام داده، از مهدی تراشان گذشته خود را فرق کنانده است. دوم این که به مریدان خود برهم دادن ظلم و ظالمان را وعده می دهد که این وعده برای کسانی ظلم دیده بسیار گواراست. سوم آن که این فریبگر دهقانان بی سوادی صحراهای بخارا را به خود مرید کرده گرفته است که آنها ظلم دیده ترین رعیه های بخارا بوده، از جهت سادگی و بی سوادیشان زود باورترین آنها می باشد. بنابراین آنها به امیدی در آینده از ظلم خلاص شدن هر چیزشان را که از تاراج حاکمان ظالم خطا خورده مانده باشد به او می سپارند. حالا من می شنوم که او صندوق‌های پرتنگه و طلا، بوقچه‌های پر لباس، انبارهای پر غله غنداشته است. حتی می گویند که در دشت‌ها رمه‌های گوسفندان او چریده می گردند. من از خوف دوباره بیمار شوی تمام خلاص شده، از حولی میرزام برآمده به مدرسه عالم جان آمدم. مراموری کمتر شده، بیماری و بایی هم سستر گشته بود. اما خدمت فراشی را که به کارهای درسیم بسیار خلل رسانده بود پرتافتم و با کوشش یک شریک دیگری برادری کلانم از مدرسه بدلبیک نو یک حجره یافته به آنجا کوچیدم. آن شریک برادرم به من وعده داد که مرا به خودش آشپز می کند و به دادرم هم یگان کار یافته می دهد. در مدرسه بدلبیک. مدرسه بدلبیک نو در شمال مسجد کلان بخارا بنا یافته بود که در بین این مدرسه و مسجد کلان کوچه کلانی که از پیش مدرسه میر عرب گذشته به ریگستان می رفت واقع شده بود.
صحن و دروازه درآمد این مدرسه به طرف غربیش بود که در پیشش میدانچه پیش دروازه پرتبی حولی پایان امیر واقع شده بود و آن به نام صاحب اولیش حولی میرزای خرد مشهور بود. این مدرسه عموماً با اصول معماری عنعنوی مدرسه های بخارا ساخته شده باشد هم بنابر تنگیش در درون دروازه درآمدش میان سرای وسیع نداشت و حجره هایش هم تنگ بودند. پیش این مدرسه 2 آشیانه بوده، 3 طرف دیگرش 1 آشیانه بود. در این مدرسه همگی 35 حجره بوده. حجره های معلقگیش، حجره هایی که در گوشه های خالی مانده بالایی بین حجره ها بنا یافته‌اند، باز هم تنگتر بودند. در گوشه شمال غربی این مدرسه 1 راه رو بوده، از وی به طرف خلا جا گذشته می شد. حجره‌ای که برای من نصیب شد بر بالای همین راه رو بوده، دری در آمدش به طرف پشت 8 زینه بالاتر از زمین گشاده می شد و در طرف درون حجره روشنی از آنجا می افتاد. در این حجره نه آتشدان بود و نه جای دست و روشویی، اما این حال برای من آنقدر اهمیت نداشت، چون که من در حجره خود آش نمی پختم و دست و روی را برآمده در روی مدرسه شستن ممکن بود. برای من دشواری در اینجا بود که بر روی حجره راست گشته نمی شد. از در خم شده در آمده و در روی حجره هم خم شده گشتن در کار بود. در این حجره 1 سال برادرم زندگی کرده بود و با آمدن من به مدرسه بدلبیک او از میر عرب حجره یافته کوچید و من در آنجا جایگیر شدم. این حجره مال قاری نورالله نام آدم بود که از طبقه ملاها بوده، در پشت مدرسه در بالا کوچه حولی استقامتی داشت. کسب اساسی این آدم قاریگی، قرآن فروشی بوده. خطی نستعلیق خوبی داشت و به این واسطه به خود شاگردانی خط مشق کننده قبول می کرد. این کس هم به هوس درسگویی افتاده بوده است که حجره اش را به من به شرط شاگردی او شدنم داده است. بنابراین من از همه پیشتر در پیش او درسی مختصری وقایه را سر کردم که در مدرسه های بخارا درسی از همه بی اهمیت تر بود. قاری نورالله 1 آدمی میان قدی فربیه روی پره‌ای سفیدگون بود که ریش سیاهی پهن کلانی داشت و از بشره‌اش او را 45 ساله تخمین کردن ممکن بود. او آدمی خوشبخت خندان روی بوده، هیچگاه پیشانه خود را ترش نمی کرد. البته او درسی را که می گفت نمی دانست، اما به ندانستن خود روی راست اقرار می کرد و مانند بعضی ملا تراشان جاهل در جهل مرکب نافتاده بود. ندانستنی خود را ندانستن جهل مرکب است. در وقت درس اگر من از وی یگان چیزی به درسم آید را پرسم، ای برادر این گونه مسئله ها را از یگان کسی دیگر پرس، برای من نامی شاگردیت بس است، از من آموختنی چیزی را امید نکن می گفت. بیشترین اهالی این مدرسه شافرکامی ها، نورعطایی ها بوده، قسم دیگرشان از شهر بخارا و اطراف آن بودند. از بعض مضافات های دیگری بخارا هم در اینجا یگان آدمان دیده می شدند. از بخارایی ها حجرداری اساسی این مدرسه برادرزادگان عبدالله خواجه تحسین بودند که پدری آنها در مضافات های بخارا قاضیگی می کرد. دیگر ظهور مخدوم و علام مخدوم نام 2 برادران بخارایی بودند که هر دویشان 2 حجره داشتند. آنها به تحسین خویشی دور و شاگرد بودند. ظهور مخدوم
شریک درسی برادری کلانم و میر صالح بود که او مرا برای آشپزی خود آورده بود. او یک جوانی تخمیناً 25 ساله بوده، قد میانه، روی سرخچه پرخون و قامت میانه زیبایی داشت. در درس شریکانش از خوشفهمان جماعهشان می شمردند و در پیش دام الله اکرامچه قاری جماعه هم او بود که در جماعه های درسخوان اینقدر قاری خوش‌ثبات کم نصیب می شد. او با برادری من هم مکالمه بوده، خیلی دوستی نزدیک بود. علام مخدوم تخمیناً 20 ساله بوده، قامتی باریکی بلند، تن و بدنی قاق سیاهی بیگوشت و روی سیاهچه‌ای باریکی دراز داشت که ریش و مویلبی به تازگی تار تار نمایان شدهش لب و منه او را مانندی بدیگی سیاه چسبیده پوشانده می ایستادند. این جوان سیل بود که 3 سال باز عذاب این درد را می کشیده است. به ضمن آشپزی و جامه‌شویی این دو برادر نگاه و بین کردن با این بیماری سیل هم به گردن من بار شده بود. نگاه و بین کردن به بیمار به من آنقدر دشواری نکند هم وضعی تند و تیزی او و معامله درشتش به جانم می رساند. یک بار از این گونه معامله بدی او به برادرش ظهور مخدوم شکایت کردم. او گفت: دادرم در اصل بچه‌ای بد نبود. بعد از گرفتار شدنش به این بیماری تند مزاج شد که این حال از خصوصیت‌های بیماری سیلی است. چی باید کرد؟ یک نوع مواسا کن. ظهور مخدوم دادرم را به حوری قاضی جان مخدوم نام قاضی مسئول کی برادری از خود کلانی عبدالله خواجه‌ای تحسین بود و دستیاری ماند. حوری قاضی جان در گذری تکبند بافانی بخارا بود که در طرف شمالی مدرسه بدلبیگ بوده. در بین مدرسه و آن گذر یک کوچه راه بود. عبدالله خواجه‌ای تحسین هم که حولی خود نداشت با زنش و دادر عروسی زندارش در همان حوری برادرش زندگانی می کردند. پسری قاضی جان مخدوم عبدالرحیم مخدوم هم زندار بوده، در همان حوری استقامت داشت. دستیاری این گونه حوری 3 آدم به نظر اول خیلی دشوار نماید هم به دادرم آنقدر وزنینی نکرد، چون که قاضی سییس و ملازمانی امیدواری روزی قاضیگیش داشت که آنها کارهای سختی او را می کردند. و بالای این آن عائله هرچند از جمله کلانزادگانی بخارا و اولاد مولانا شریف باشند هم طبیعتاً آدمانی بیچاره و خاکسار بوده، خودهاشان هم خدمت خود را کردن می گرفتند و نگاه و بینی آنها هم به خدمتگار خوب بود. طعام را دادرم با خودی قاضی موی سفید خوردن می گرفت. لباسش را هم آدمیانه کرده دادند و جامه‌شویی‌اش را در قطاری جامه‌شویی خودهاشان در خانه‌شان می کناندند. دادرم که نوسواد و نو درسخوان شده بود، در پیش عبدالله خواجه درس‌های ابتدایی مدرسگی را می خواند و خود قاضی به او خط مشق می کنند که در خانه او دادرم خط برآورده خوش ثبات شد. زنی عبدالله خواجه تحسین دختری شاعری مشهور عبدالقادر خواجه سودا بوده. بیازی کلانی سودا هم در دست او بود. من هم روزهای تعطیل اگر وقت یابم به خانه آنها رفته آن بیاز را مطالعه می کردم. خودی عبدالله خواجه هم که من با او در خانه شریف جان مخدوم شناس شده بودم
به من از ادبیات گپ میزد و کتاب‌های ادبیش را به شرط در خانه خودش نشسته مطالعه کردن میداد. اما پسری سودا که با لقب اکا ایشان به او خطاب میکردند و دادر عروسی عبدالله خواجه بود، نه خط داشت و نه سواد. فقط بعضی خصوصیت‌های پدرش را زبانی به من نقل میکرد و بعضی شعرهای او را به من از یاد خوانده میداد. نظر به نقل او پدرش آدمی قشاق و لاابال بوده و بعضی عرف و عادتهای زمانی و مراسمهای دینی عمل نمی کرده است و زندگی خود را بازرگری و نقاشی که در این دو پیشه خیلی مهارت داشته است تأمین نموده است. وقتی که امیر مظفر او را به دربار خود کشیده به خود ندیم هم صحبت قرار داده است، احوالش خیلی تنگ شده است، چون که در درباری او مجبور شده است که 2 اسب و 1 سیس نگاه دارد و بالای این امیر موافق عادتی درباری خود به او معاش نمی داده است و گاها به بهانه کاری او را به یگان جای حاکم نشینش می فرستاده است که آن حاکم به او با نام خدمتانه چیزی می داده است. سودا در وقت اجرای یکی از چنین خدمت‌ها که به کوهستان سفر کرده بود، در پیش پول نارک در سال 1873 در 50 سالگیش به آبی وخش غرق شده است. این درآمدی صدقه مانند نامعین نه تنها روزگاری او را، حتی اسپان و سییسی در دربار داشته‌اش را هم سیر نمی کرده است. و بالای این اهل دربار با همه ویرانی ها و فسق و فساد ها مجبور بودند که 5 وقت نماز را در مسجدی پیش دربار با جماعت ادا کنند. سودا در یک وقتی که امیر در شیربدن نام موضع سیر نوروزی را می گذرانیده است، احوال خود را خلاصه نموده ربایی زیرین را گفته است: ای چرخی فلک، جفا به جانم کردی، محتاج به یک برده نانم کردی. من عاشق ریندی بی نمازی بودم، در شیر بدن نماز خوانم کردی. دیگر از نقل‌های پسری سودا این بود که امیر باری به شهری سبز رفته است. در آنجا عادت این بوده است که هر کس به کسی دعوایی داشته باشد عریضه نوشته آورده به یکی از درباریان می داده است که به امیر رسانده حکمی برآورد. روزی در شهری سبز در پیش دربار امیر سودا با لباس‌های رسمی خود به لب صوفچه نشسته بوده است. یکی از امام‌های دیهات عریضه را با رعایت مفتی ولایت به او سپرده است که به امیر رساند. مضمون عریضه این بوده است که یک دهقان با این امام در وقتی طلب حق امامتی نزاع کرده او را به حلقت فلان گفته حقارت کرده است و مضمون روایت این بوده است که اگر عوامی ملای را حلق گفته حقارت کند کافر می شود و کشتن او از روی شریعت لازم است. سودا بعد از مطالعه عریضه و روایت به آن ملا گفته است: کسی را حلق گفته حقارت کند کافر نمی شود، چون که حلق تابع شکم است. شکم باشد پر از نجاست است. همین طرز فرض کنید که آبی گنده به خندق رفته است.
اگر باور نکنید من هم به حلقتان فلان کنم. دیده ایستاده اید که با این الفاظ من کافر نشدم. پس آن دهقان چرا کافر شود؟ خیزید دفع شوید. ملا که از آدمی رسمی دربار این معامله را دیده است، عریضه و روایت خود را پرتافته گریخته است. افسوس که من در آن روزها بنابر تنگی وقت از بیاض سودا چیزی را نوشته گرفتن نتوانستم و فقط به مطالعه سرسری قناعت کردم، وگرنه در آن بیاض حجوهای پرمضمون اجتماعی بسیار بودند که سودا با آنها احوال زمان خود را شرح داده بود. مشغولیت علمی و ادبی من در مدرسه بدلبیک. من تحصیلی سال 1894-1895 را سر کردم. در این سال مانند پارساله درسخانگی جماعه ما در پیش دامالله اکرامچه از شرح ملا با قاریگی غفورجان مخدوم باید می شد. اما غفورجان یک باره 2 ساله درس را در میان پرتافته پیش قدم شد تا که زودتر ختم درس نموده و یگان جای قاضی شود. اما این کار را جماعه قبول نکرد و درسش را موافق پروگرام مدرسه ها با ترتیب دوام دادن خواست. بنابراین غفورجان پیش رفته برای خود جماعه دیگر تشکیل نمود و در جماعه ما دیگر ملازاده‌ای نبود که قاری شود. به همین سبب ملا ابراهیم نام یک بای بچه بخارایی را که به هوس درسخانی افتاده به ما شریک شده بود به قاریگی جماعه تعیین کردند. من امسال در پیش دامالله کنجکیم ملا عبدالسلام هم درسخانه را هم یک درس از متن قافیه می خواندم و در مدرسه بدلبیک در پیش ملا بازار که از دهنوی عبدالله جان بود نیز از یک جای دیگری قافیه درس سر کردم. اگر درسی در پیش صاحبی حجره می خواندگیم را به حساب گیرم، امسال درسی من به 5 رسید که از غیر وقتهای در راه درسخانه و انتظاری به نوبت درس می رفتگی 5 ساعت صرف می شد. بقیه وقتم به آشپزی و حجره روبی خوجینهایم و نگاه و بین بیمار می رفت و شبانه درس‌های گذشته را تکرار و درس‌های خوانده شدنی را تیار می کردم. روزهای تعطیل با جامه‌شویی خوجینها و با مهمانداری آنها می گذشت. در بین این کارها دیوان صایب را که ماری خوجینهایم بود گاه گاه مطالعه می کردم. در مدرسه بدلبیک در بین طلبه ها و ملاها از ادبیات هیچ گپ نمی شد. شبخوشی طلبه ها در شبهای تعطیل در یگان حجره جمع شده صوتخوانی، سرودخوانی کردن، گچه بازی نمودن و پادشاه بازی کردن بود. در سرودخوانی هیچگاه شنوندگان به معنی بیت خوانده شدگی دقت نمی کردند و آن را نمی فهمیدند. فقط از آواز خواننده ذوق می بردند و حالان که آن خوانندگان همگی هوسکار بوده آواز خوبی نداشتند و هواها را هم درست نمی دانستند. گچه بازی همین بود که اهل مجلس 2 تقسیم شده رو بروی هم می نشستند. یک سنگچه یا شبه را گچه نام می دادند.
آدم‌های یک طرف مقابل گچه را در بین خود گرفته دستانشان را در زیر کرپه صندلی می در آوردند. یکی از آن آدم‌ها گچه را در مشت خود پنهان می کرد، اما همگی مشت‌هایشان را گریه کرده از زیر کرپه برآورده به طرف مقابل دستهاشان را دراز کرده با یک آواز فریاد کردن می گرفتند: گچه در دستی من است، به کدام دستی من است؟ آدم های طرف مقابل دست های دراز شده را یگان یگان گرفته داشته به چهره آنها با دقت چشم می دوختند. در آخر یکی از آنها به کدام دست بودن گچه را تخمین کند آن دست را محکم داشته فریاد می کرد: گچه در دستی تو است، به همین دستی تو است. این آدم اگر حقیقتاً گچه را یافته باشد طرف او بردگی وگرنه بایدادگی به شمار می رفت. اگر شماره بردی یک طرف به 100 رسد مره پره و بازی تمام می شد و طرف بردگی از طرف بایدادگی 2 تنگه 30 تین می گرفت. مغلوب شدگان این پول را از بین خود خنداشته می دادند، اما بای بردگان این پول را در بین خود تقسیم کردن نگرفته سحری همان شب به وی از نخود پزی شوربای نخود خریده آورده غریب و مغلوب در یک جا با هم می خوردند. پادشاه بازی همین بود که طلبگان در یک حجره جمع می شدند. در میانه‌شان یک بجول هم بود. بجول را از یک سر با نوبت در میانه دوره بازی می پرتافتند. بجولی هر کس که اسپه براید پادشاه، خره براید وزیر، چیکه براید دوست و پوکه براید رئیس یا میرشب می شد. در میانه یک رویمال را 2 تابه کرده دره ساخته می مانده. وقتی که پادشاه و وزیر و میرشب یا رئیس معین شدند دزد برآمده را رئیس یا میرشب داشته می ایستاد. وزیر به پادشاه: آری حضرتم یک دزد دستگیر شد گفته عرض می کرد. پادشاه از وی می پرسید: دزدت فربه هست یا لاغر؟ اگر وزیر در جواب گوید که فربه هست پادشاه می فرمود: گوشت و روغنش را کمتر کرده سرده که به کار بیچارگی خود رود. وزیر در این صورت به واسطه میرشب یا رئیس از دوست گویا یک چیز می ستاند و به آزاد کردن می فرمود. اگر وزیر گوید که لاغر است پادشاه می فرمود: به رئیس یا میرشب فرما که آن دزد را 140 یا 75 تا زده به زندان فرستانند که عمرش در آنجا پوسیده رود. در آن وقت دزد را با رویمالی تافته شده زده جزا می دادند. این بازی به ذوق من خیلی گوارا آمده بود، چون که وی ترتیب حکومتداری امیر را پر افاده می کرد. در حقیقت هم مأموران بخارا دزدان فربه سیرپول را پاره گرفته سر می دادند که کار خود را دوام می دادند و دزدان نااهده برای بی پول را زده زندان می کردند. شما گفتار 60 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقولov، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.